سلام، شبت بخیر. خوبی؟ من تو خونه معمولا پیرن نمی پوشم، ولی خب دیگه گفتم میخوام کلیپ برات بگیرم، بذار یه ذره ظاهر بهتری داشته باشه. یه شعریه که فکر کنم نیم ساعت پیش نوشتمش، شعر که دیگه از همین 2 بیتی خودمون دیگه، گفتم برات بخونم. شاعر اینجانه، بله خودم هستم، میخونم برات. عرضم به خدمت که شاعر میگه آزادی مشروط اگر بود زمانی، از کنج نگاهت به بهشتم نگریزم. جای دیگر انگار نبوده است نفس، لیک این گوشه چشم تو این جان عزیزم. از ریشه بخشکد گل سرسبز بهارم، من با کمی از بغض تو هم حادثه خیزم. آره مرسی.